نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگی در عبادت الله متعال زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته تان سپری گردد. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر بر ما منت گذاشت تا به همراه شما خوبان و سروران با ترجمه معانی آیاتی دیگری از سوره مبارکه المدثر در خدمت شما خوبان و سروران باشیم. در برنامه گذشته درباره آیات اولیه سوره مبارکه المدثر صحبت کردیم تا آیه 30 و گفتیم که الله متعال در این سوره مبارکه رسول الله علیه السلام رو خطاب فرمود به نام مدثر، یعنی کسی که خود رو در جامه پیچانده است، و از رسول الله علیه السلام خواست و امر کرد که برخیزد و دعوت و رسالت رو شروع بکنه و همچنین فرمود که الله تعالی رو به بزرگی یاد کن و لباس ظاهر و باطن خود رو پاک نگهدار، لباس تقوای خود، قلب خود رو و ظاهر خود رو و از هر ناپاکی و پلیدی خود رو دور بدار و همچنین این گونه نباشد که به نیت زیاد کردن ثروت خود صدقه بدی و بر کسی منت بگذاری و چشم داشتی بیشتر از آنچه که دادی داشته باشی و همچنین صبر کن برای الله متعال و نتیجه صبر خود رو خواهی دید آن لحظه ای که در سور دوم دمیده شود و روز قیامت برپا گردد، روزی که بسیار سخت خواهد بود، برای کافران آسان نخواهد بود. و الله متعال اشاره فرمود به حکایت یکی از این کافران به عنوان نمونه و هر کسی که در راه او پیش رود سرانجام آنها و پدر خالد رضی الله عنه ولید ابن مغیره که مسلمان نشد و با کفر از دنیا رفت. این آیات درباره او از آیه 11 نازل شد که الله متعال درباره خالد پدر خالد ابن ولید صحبت کرد، ولید ابن مغیره، و فرمود من رو تنها بگذار با او کسی که من او رو به تنهایی خلق کردم و تنها آفریدم. وقتی از به دنیا آمد تنها بود، او رو من ثروت دادم، من او رو فرزند دادم و خانه و خانواده و زندگی و به او فرصت دادم و او رشد کرد، اما او دشمنی کرد. او آمد در برابر قرآن کریم اندیشه کرد و تدبر کرد، به دنبال راهی میگشت که این کتاب رو انکار بکنه و الله متعال فرمود مرگ بر او باد. باز هم مرگ بر او باد به خاطر آن اندیشه و سنجیدنش و فرمود رو توش کرد، رو برگردان، تکبر کرد و برگشت و فکر کرد و آخر گفت که این قول سحر است و این کلام کلام بشر است و کلام الهی نیست و سحری است که تأثیر میگذارد و خانواده ها رو از هم میپاشاند، همسر رو از همسر جدا میکنه و پدر رو از فرزند و شخص رو با فامیل و طایفه او. الله متعال فرمود من این شخص رو به دوزخ خواهم فرستاد، به سقر. و تو چه میدانی که این سقر چیست؟ سقر جایی است که پوست رو از بین خواهد برد و نه باقی میگذاره شخص رو به این معنا که سالم بماند و نه او رو ترک میکنه، او رو هی عذاب میکنه و هی میپوسه و آتش میگیره و میسوزه و پوست زغال میشه و از بین میره، دوباره از اول شروع میکنه و باز همین حکایت ادامه دارد. علیه 19 در آیه 30 فرمود که بر دوزخ 19 ملک و فرشته گماشته شده است. نگهبانان دوزخ 19 نفرند. وقتی که این آیه نازل شد مشرکین قریش به تمسخر پرداختند و مسخره کردند. ابوجهل گفت که آیا شما عاجز ماندید مادر شما به اعضایتان بشیند؟ آیا عاجز هستید از اینکه 19 نفر رو حریف بشید شما در روز
قیامتی که ادعا میکنه محمد، چون قبول نداشت خودش، و دوزخی که میگوید محمد اگه ما دوزخ هم بریم میریم و اون نگهبانا رو از بین خواهیم برد. یکی گفت 10 نفر رو با شانه راستم میزنم، 9 نفر رو با شانه چپ. دیگری گفت 17 نفر رو من میزنم، 2 نفر هم شما بزنید. از روی تمسخر وقتی که الله متعال فرمود علیه 19 19 تا نگهبان دارد دوزخ. بعد از این تمسخرها آیه دیگری نازل شد تا جوابی دندان شکن باشه برای اون کسانی که فکر میکنن میتوانند از دست عذاب الهی بگریزن. در آیه 31 الله متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. من الله با عظمت نگهبانان آتش رو، همه اونها رو، کسانی که در دوزخ نگهبانی میدهند اونها ملائکه هستند. این 19 شخص، این 19 تن، 19 ملک الله متعال هستند. کدوم یکی از شما میتونه که حریف ملائکه بشه؟ کدوم یکی از شما زور این رو داره که یک ملکی رو قدرت و اون عظمتش تمام کره زمین شما رو میتونه برداره؟ کدوم یکی از شما میتونه که حریف این ملک بشه؟ شما که مسخره میکنید. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. الله متعال میفهمد من تعداد نگهبانان رو و جنسشون رو از ملائکه قرار دادم، تعدادشون 19 نفر و اینها ملک هستند. و ما جعلنا عدتهم، و اینکه تعدادشون چرا 19 است، حالا چرا 20 نشد، چرا 15 نشد، چرا بالاتر و کمتر؟ تعداد اینها رو وسیله‌ای برای آزمایش کافران قرار دادم. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، تا به اونها رو بیازمایم و ببینم که کافران چه کار میکنن، تا وسیله امتحان آنها باشد. وقتی که الله متعال یک قولی را میفرماید و میفرماید تعداد نگهبانان دوزخ 19 هستند، دیگه نباید کسی اعتراض بکنه. کسی که باور داره به الله متعال، مهم نیست که چند نفر هستن، ولی اینکه 19 نفر، حالا 19 نفری که الله متعال فرموده 19 نفرن، کمتر باشن بیشتر باشن، چه فرقی میکنه برای الله متعال؟ الله متعال 19 تا رو با حکمتی که خود میداند انتخاب کرده است و 19 تاست. این که کسی که کافر است باور نداره، اون مشکل از اوست. اما انسان مسلمان یقین داره به این که اینها همه از طرف الله متعال است و الله متعال خودش حکمت ها دارد. الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب. کافران از یک طرف اهل کتابی دارند، اهل کتاب میدانستند که تعداد نگهبانان دوزخ 19 نفر است، چون در کتاب‌های آسمانی قبلی هم دقیقاً همین اندازه ذکر شده بود. الله متعال می‌فرماید من تعداد اینها رو 19 گفتم تا این کافران مورد امتحان قرار بگیرن و اهل کتاب یقین پیدا بکنن که این کتاب از جانب الله تعالی است. دقیقاً همان چیزی رو که در کتاب‌های گذشته گفته شده اینجا تکرار می‌فرمایند. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا یقین پیدا کنند کسانی که اهل کتابند، چون در کتاب آنها هم 19 نفر بود. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و همچنین ایمان کسانی که ایمان آورده‌اند اضافه گردد، بر ایمان اونها افزون گردد وقتی که می‌بینند تعداد این کتاب، تعداد ملائکه در این کتاب، نگهبانان دوزخ، با کتاب‌های آسمانی دیگر برابر است. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، و همچنین شک نکنند کسانی که کتاب به آنها داده شده است، والمؤمنون، و کسانی که ایمان دارند، اینها یقین دارند که این کتاب از جانب الله تعالی است، چون تایید کننده آن چیزی است که در تورات است و در انجیل است. ولیقول الذین فی قلوبهم مرض، و بگذار تا بگویند کسانی که در قلب آنها مرض است. والکافرون، مراد از این کسانی که در قلب آنها مرض است منافقانی هستند که نمیپذیرند کلام الله متعال رو. والکافرون، و کسانی که کافر شده اند. ماذا اراد الله بهذا مثلا، چه اراده‌ای داشته الله متعال از ذکر این تعداد؟ الله متعال می‌فرمایند تعداد 19 رو الان هر کسی که بشنود مؤمن یقین دارد، اهل کتاب هم می‌داند که در کتاب او هم همین گونه است. بذار کافر بگوید که به خاطر چی الله متعال 19 تا گفته. و منافقین، گرچه در هنگام نزول این آیه منافقی وجود نداشت، اما بعدها این قرآن برای یک زمان نیست، برای طول تاریخ است. بعدها منافقانی آمدند و هستند و خواهند بود که میپرسیدند، الله متعال همون موقع به اونها هم پاسخ داد. ولیقول الذین فی قلوبهم مرض، تا بگویند کسانی که در قلب اونها بیماری است، بیماری نفاق است، بیماری شرک و کفر است، و کسانی که کافر شده اند. والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، چرا الله متعال 19 نفر
ذکر کرده و 19 تا ملک رو گذاشته است. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. تا الله متعال گمراه بسازد هر کسی رو که میخواهد. اون کسی که در مسیر گمراهی قرار گرفته و نمیخواد که ایمان بیاره و الله متعال هم او رو در مسیر گمراهی ول میکنه و همچنین و یهدی من یشاء، و هر کسی رو که بخواهد هدایت میبخشد به سمت راه مستقیم. و ما یعلم جنود ربک الا هو. و تعداد سربازان و لشکریان الله متعال رو هیچ کسی جز الله متعال نمیداند. تمام مخلوقات الله متعال لشکر الله متعال هستند. تو هم نمیدانستی ای پیامبر من که تعداد نگهبانان دوزخ چقدر است؟ الله متعال میداند. الله متعال میداند که تعداد لشکریان او و مخلوقات او چقدر است. هر مخلوقی از مخلوقات الله متعال، از پرندگان و از خزندگان و از چرندگان، همه اینها جزء لشکر الله متعال هستند و مثل پرندگانی که برای ابرهه فرستاد، مثل آن نهنگی که فرستاد حتی برای پیامبرش که او رو در آن فعلی که انجام داده بود درسی بده و پندی بده، یا به مانند شیری که در انتقام از رسول الله صلی الله علیه و سلم پسر ابو لهب رو زد و کشت، به جای اون صورتی که توف انداخته بود اون شخص به صورت رسول الله علیه و سلام و با چنگال خود صورت او رو از بین برد. و نمونه های فراوان دیگری که ما داریم، آن پشه‌ای که نمرود رو از بین برد، بسیاری از حیواناتی که الله متعال اونها رو مسخر کرده تا دشمنانش رو از بین ببرند. و ما یعلم جنود ربک الا هو. الله متعال هست که فقط میداند تعداد لشکریانش رو، غیر از او کسی نمیداند. و ما هی الا ذکری للبشر. و این پندی است برای بشر، و این پند نیست جز پندی برای بشر. کلا والقمر. تعداد این ملائکه پندی است برای انسانها تا بپذیرند آنچه که الله متعال میفرماید. کلا والقمر. این گونه نیست که اینها فکر میکنن که حساب کتابی نیست و دوزخ نیست. قسم به ماه. کلا والقمر. نه، این گونه نیست که آنها فکر میکنن حساب کتابی نباشه. و قمر والقمر. قسم به ماه. واللیل اذا ادبر. و قسم به شب آن هنگامی که رو به پایان است و پشت میکند. و صبح اذا اسفر. و قسم به سپید دم و صبح آن هنگامی که طلوع میکند. قسم به سپید دم. قسم به شب وقتی که پشت میکند و میرود. شب هر چقدر دراز باشه، شب غم و غصه و مصیبت آخر رفتنی است. و قسم به صبح و روشنایی که بعد از شب می آید. و لیل اذا ادبر. الله متعال قسم میخوره به شب که پایان میپذیرد و قسم میخورد به صبح و سپید دم. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. این دو آیه چقدر برای من و شما به زیبایی به تصویر کشیده این حکایت رو که تاریکی هرگز ادامه پیدا نخواهد کرد و ظلم مستدام نخواهد بود و مصیبت و خستگی و غم و اندوه و هجرت و آنچه که ذهن و روح تو رو مشغول کرده پایانی خواهد داشت. و صبح اذا اسفر. و قسم به صبح آغاز پیروزی، به صبح و طلوع سعادت و خوشبختی، به صبح وصال و آنچه که دوباره به دست خواهی آورد. و صبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر. این خبر قیامت یکی از نشانه های بزرگ الله متعال است. نظیرا للبشر. نظیری است و پندی است برای انسانها تا آمادگی بگیرن و آماده بشن برای آنچه که پیش روی آنهاست. یا انها، این آیات، لاحدى الكبر، از نشانه های عظیم الله متعال است. نظیرا للبشر. پندی است برای انسانها تا پند بگیرن و آمادگی بگیرن برای آنچه پیش روی اونهاست. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. برای هر کدوم از شما که بخواد پیش برود و یا نخواد، اگر بخواد پس بماند. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. برای هر کدوم از شما که بخواد پیش برود و در زندگی پیشرفت بکنه و یا اینکه پیش نرود و پست رفت بکنه. همین که کسی در مسیر الله متعال قرار نمیگیره، همین که کسی به سمت جلو پیش نمیره، خودش پس رفت است، خودش شکست است، خود این حکایت عقب ماندگی است. هر کسی که قبول نمیکنه
هر چقدر دیرتر قبول بکنه خودش ضرر کرده، باقی میمونه و عقب میمونه از قافله. حکایت ایمان به الله متعال موضوع وقت است. همه انسان‌های روی زمین به الله متعال ایمان می آورند، اما دیر و زود داره. عده‌ای قبل از مرگ ایمان می آورند به سالها، عده‌ای نزدیک مرگ، عده‌ای ساعت‌های قبل از مرگ، عده‌ای دیگری در اون لحظه‌ای که مرگ را می بینند، اما اون ایمان دیگه فایده نخواهد داشت. اون ایمان و توبه اونها پذیرفته نیست و مانند فرعون اون موقعی که داشت غرق می شد و ملک الموت رو دید، اون موقع گفت ایمان آوردن با آنچه که بنی اسرائیل به او ایمان آوردن. الله متعال فرمود الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان و این همه فساد کردی و از جمله مفسدین بودی و سرپیچی و گناه متمرد انجام دادی، الان دیگه قبول نیست توبه تو. توبه دم مرگ قبول نیست. همه انسان ها یک روزی باورمند خواهند شد، یک لحظه ایمان می آورند، اما لحظه ای که مرگ است اون لحظه دیگه ایمان، اون لحظه ارزشی نخواهد داشت، اما همه ایمان می آورند. مسئله ایمان مسئله وقت است فقط. خوشا به حال اون کسانی که قبل از فرا رسیدن مرگ ایمان آوردن و خود را آماده کردن برای دست یافتن به رضایت الله متعال. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رهینه. هر نفسی در گروی اعمال خود است. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر نیکی بکنید به خودتون کردید و اگر بدی بکنید باز هم به خودتون کردید. کل نفس بما کسبت رهینه. هر نفسی در گروی اعمال خود است. هر کسی، هر انسانی کارنامه اعمال او، سرنوشت آینده او، همه اینها مرتبط به اعمال او. بما کسبت، بما کسبت بحث کسب است، بحث عمل است، بحث عمل صالح و فعالیت است. اینطوری نیست که انسان فقط گفت آمنا، ایمان آوردم، اون موقع دیگه عمل هم نکنه، اون سرانجامش بهشت باشه و عاقبتش خوب باشه و نیک باشه. نه، کل نفس بما کسبت رهینه. هر نفسی در گروی آن چیزی است که انجام داده است. پس مواظب باش که چه انجام میدی. آنچه انجام دادی یک روزی خواهی دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی ذره کار خیر بکنه آن را خواهد دید و هر کسی ذره کار بد انجام دهد باز هم آن را خواهد دید. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. مگر کسانی که اهل ایمان به الله متعال هستند و از جمله کسانی هستند که در سمت راست قرار میگیرند. اصحاب الیمین و ما ادراک ما اصحاب الیمین. و تو چه میدانی کسانی که اهل یمین هستند، دست راستی ها، کسانی که روز قیامت چند دسته میشوند، اینها السابقون کسانی که از همه سبقت گرفتن و یک کسانی که اهل دست راستن و کسانی که دست چپ هستند، سه گروه میشوند. اینها کسانی هستند که ایمان آوردن به الله متعال، با او پیمان بستن و در راه الله متعال قرار گرفتن. اینها متقیان هستند، مؤمنان هستند، بندگان صالح الله متعال هستند. اینها در اون روز به خاطر عبادت هایی که کردن، به خاطر توبه هایی که کردن، اشک هایی که ریختن، ارتباطی که با الله متعال داشتن، گناهان اونها رو الله متعال میبخشد و اینها اون گناهانی که کردن چون بخشیده شده به اونها ضرری نمیرسونه. فی جنات یتساءلون. در جنت نشستن، بسیار خوشن در بهشت الله متعال و اونجا سوال میپرسن. یکی از سرگرمی های بهشتیان این است که اهل دوزخ رو میبینن و با اونها کم کلام میشن و از اونها میپرسن و خدای خودشون رو شکر میکنن که در بین دوزخیان نیستن. و اونها فی جنات یتساءلون عن المجرمین. از انسانهای مجرم و گناهکاری که در دوزخ هستن میپرسن که ما سلککم فی سقر. چه چیزی سبب شده که شما در سقر بیفتید، در اعماق دوزخ فرو برید؟ چه چیزی شما را به دوزخ انداخته است؟ یک سؤال تلخ و پاسخی تلخ تر از آن سؤالی تلخ که از طرف بهشتیان پرسیده میشه. برای اونها تلخ نیست، چون در جنتن و در جنت تلخی وجود نخواهد داشت. برای جهنمیان بسیار تلخ است. ما سلککم فی سقر. چه چیزی شما رو به دوزخ انداخت؟ خوب دقت کن، خوب حواست رو جمع کن.
این صفات دوزخیان است. مواظب باشیم تا من و تو از این گروه نباشیم. همسایه من و تو، همسر من و تو، فرزند من و تو، اون کسی که دور بر من و تو، خانواده من و تو، دوست و عزیز من و تو از جمله این افراد نباشه. ما سلککم فی سقر، چی شما را به دوزخ انداخت؟ چه عملی، چه کار میکردید؟ چرا شما به دوزخ رفتید؟ پاسخ تلخی که اونها با حسرت بیان میکنن، قالوا، ما میگویند لم نک من المصلین، ما نماز نمیخواندیم. لم نک من المصلین، ما نمازخوان نبودیم، نماز نمیخواندیم. نماز نخواندن انقدر خطرناک است، نماز نخواندن انقدر خطرناک است. قالوا لم نک من المصلین، ما نماز نمیخواندیم، نماز برای ما مهم نبود. کسی که میگه آقا خدا به نماز من نیازی نداره، کسانی که فقط در رمضان نماز میخوانن، کسانی که فکر میکنن الله متعال چون رحمان و رحیم است پس میبخشه انسان رو، به نیازی به نماز ما نداره، برای اون نیازی به نماز من ندارد. من نیاز دارم به نماز خود در پیش الله متعال تا به دوزخ نرم، تا از جمله این کسانی نباشم که جنتیان از اونها میپرسن چی شما رو به دوزخ انداخت؟ میگویند که لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ما به مسکین ها غذا نمیدادیم، ما به فکر فقرا نبودیم. شکم ما سیر بود اما شکم او گرسنه بود. همسایه‌ای داشتیم گرسنه میخوابید، قوم و خویشی داشتیم گرسنه میخوابید. کسی بود که دست ما میرسید به کمک بکنیم اما کمک نمیکردیم. میگفتیم به ما چه؟ من چرا بعد از پول خودم برای اون خرج بکنم؟ به جهنم، هر بلایی که سرش در میاد در بیاد. نماز نمیخواندن و صدقه نمیدادن. اینها ارتباط با الله متعال ارتباط خوبی نداشتن. اینها با الله متعال قهر کرده بودن و نماز نمیخواندن. اینها با بندگان الله متعال هم رابطه خوبی نداشتن. نماز ارتباط با الله است، ارتباط مسکین رو غذا دادن ارتباط با بندگان الله متعال است. نه با الله ارتباط خوبی داشتن، نه با بندگان الله متعال رابطه خوبی داشتن و فقط کارشون این بود و کنا نخوض مع الخائضین، و ما داخل می شدیم و فرو می رفتیم در هر موضوعی، در هر لهو و لعبی، در هر بحث بیهوده‌ای، در هر محفل چرندی با کسانی که داخل می شدن در این محفل. هر جا می رفتن دوستان ما می گفتن بیایید بشینید، بیایید اینجا با هم میگیم و می خندیم، بیایید. محفل فحشایی است، محفل فسادی است، محفل قماری بود، محفل العیاذ بالله زنا بود، محفل فسق و فجور و معصیت بود. ما می رفتیم، می نشستیم، ما می رفتیم با اونها همدم می شدیم، همراهی با اونها. و کنا نخوض مع الخائضین، ما هم به همراه اونها داخل می شدیم. اینقدر دوست بد به انسان ضربه میزنه و در به در میکنه انسان. هم نشین تو به باید تا تو رو عقل و دین بیفزاید. کسی باید هم نشین تو باشه تا تو رو کمک بکنه. هم نشین تو رو انتخاب کن. مواظب باش با کی همدمی، مواظب باش با فرزندانت با کی میچرخن، خانواده تو، خواهران و برادران تو با کی میچرخن. آدم بد رو رها کن، ترکشون کن، با اونا هم محفل نشو، هم نشین نشو. جایی که معصیت هست، جایی که گناه هست، جایی که فسق و فجور هست، خودت رو بکش بیرون. من جمله اینها نباشه که کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. ما اصلا منکر قیامت بودیم، گفتیم قیامتی نیست، حساب و کتابی نیست، بهشت و دوزخی نیست. تقیب توقی خورده دنیایی به وجود اومده، بهشت من دنیای منه و جهنم برای من معنایی نداره. ما ایمان نداشتیم حتی اتانا الیقین، تا اون لحظه ای که مرگ و یقین برای ما فرا رسید. اون موقعی که با چشم سر دیدیم ملائکه رو، ملک الموت رو دیدیم و یقین پیدا کردیم که حساب و کتابی است، اما دیگه دیر شده. اون موقع دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. ایمان در لحظه مرگ به درد انسان نمیخوره، بلکه این انسان بعد از مرگ هم کسی به دردش نمیخوره. کسی نمیتونه برای شفاعت بکنه، کسی نمیتونه برای این کاری بکنه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شفاعتگران برای اینها هیچ سودی نخواهند داشت، چون اینهایی که نماز نمیخواندن، اینهایی که با الله تعالی ارتباط نداشتن، اینهایی که با بنده های الله متعال ارتباط نداشتن و مسکین رو غذا نمیدادن و خوبی نمیکردن به بندگان الله متعال، کسانی که در هر فسق و فجوری داخل میشدن، اینها اصلا مسلمان نبودن. کسی که نماز نمیخوانه اصلا مسلمان نیست، ولو این که بگه مسلمانم. چه برسه به اون کسی که اصلا قبول نداره دین رو، اون کسی که اصلا قبول نداره قیامت رو. حتی کسی که ادعا میکنه الله متعال رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، اما نماز نمیخونه، سرنوشتش این خواهد بود فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اولین موردی که اینها ذکر کردن گفتن لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخواندیم.
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت هیچ کسی روز قیامت به درد اینها نخواهند خورد. فما لهم عن التذکرة معرضین، چرا پند قرآنی اینها رو آگاه نمیکنه؟ چرا بی‌نماز وقتی که این کلام رو میشنوه گوش نمیکنه، دست بر نمیداره از بی‌نمازی خودش؟ چرا کسی که کمک نمیکنه به مسکین ثروتمند، تجارت داره، قدرت داره، ثروت داره، صدقه نمیده، زکات نمیده، مسکین، یتیم، بیوه زن، در راه مانده، کسانی که نیازمندن رو کمک نمیکنه؟ چرا؟ فما لهم عن التذکرة معرضین، چرا از این پند نمیگیرن و روی گردان میشوند؟ چرا از این قرآن روی گردان میشوند؟ که انهم حمر مستنفره، به مانند الاغی که در حال فرار است. فرت من قسوره، فرار کرده از دست شیری که او رو میخواد بدره و او رو میخواد از بین ببره و بخوره. گویی این انسانها رو الله متعال از بدترین تشبیه هایی که به کار برده شده درباره انسان این است: انسانی که از قرآن می‌گریزد به مانند کسی است، به مانند الاغی است، به مانند خری است که از دست شیری می‌گریزد. در شکل فرار کردن توصیفش این هست، اما در حقیقت اون الاغ بر این انسان شرف دارد، چون اون الاغ که می‌گریزه از دست شیر می‌گریزه که او رو می‌خواد از بین ببره، اما این انسان از دست قرآن و دین می‌گریزه که می‌خواد او رو نجات بده. اون الاغ میگریزه از دست چیزی که میخواد او رو از بین ببره، اما این انسان میگریزه از دست چیزی که او رو میخواد نجات بده، از دست قرآن، از دست دین، از دست پیامبر. این الاغ، اون الاغی که از دست شیر میگریزد، بهتر از این انسان است. اینجا توصیف فقط در شکل گریختن است. چطور اون الاغ با ترس و وحشت فرار میکنه با سرعت، این انسان هم از قرآن و دین فرار میکنه، وگرنه اون الاغ بر این شرف دارد، چون اون به خاطر جانش میگریزه، جانش رو نجات بده، از چیزی میگریزه که او را از بین میبرد، اما این از چیزی میگریزه که او را نجات میدهد. که انهم حمر مستنفره، کسی که با قرآن ارتباط ندارد، با دین ارتباط ندارد، نماز نمیخواند، با فسق و فجور همراه میشود، این به مانند الاغی است، بلکه الاغ بر او شرف دارد. این در ارتباطش با دین به مانند الاغی است که فرار میکنه از شیر، اینقدر زود میگریزد، اما اون الاغ بر این شرف دارد. اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها از الاغ بدترن حیوانات، بلکه اینها از حیوانات پسترن. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، و لهم اذان لا یسمعون بها، گوش دارن و نمیشنون، و لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن اما درک و شعورش رو ندارن. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کوری چشم نیست، کوری قلب است. قلب داخل سینه ها اینها کور شده. اینها کالانعام بل هم اضل، از حیوانات هم پسترن، اینا از حیوان پسترن. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشره، برخی از اینها میگفتن ای محمد اگر تو راست میگویی، ما وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم روی بالشت ما یک نامه نوشته باشه، باز شده، سرگشاده، داخل اون نوشته شده باشه که این محمد رسول الله تعالی است، به او ایمان بیاورید. برخی همچین انتظاری دارن که الله متعال برای اونها ملکی بفرسته تا خدا رو قبول کنن، الله متعال رو با چشم سر ببینن، الله متعال برای اونها یک معجزه اتفاق بیفته تا باور کنن. این عالم رو با این عظمت ندیدی، تو درک نکردی عظمت این خلقت رو، وجود خودت رو، همه اینها برای تو کافی نیست؟ اینها رو تو وقتی که نپذیری چی بخواد تو رو آگاه بکنه؟ چی رو میتونی بپذیری؟ کلا بل لا یخافون الاخره، اینها از آخرت نمیترسن، باور ندارن. کلا انه تذکره، هرگز این گونه نیست که آخرت نباشد. این پندی است برای کسانی که منکر آخرتن. فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواد آخرت رو یاد میکنه. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، و این هم نیست که هر کسی که بخواد. این توفیقی است از جانب الله متعال که الله متعال نصیب هر کسی که بخواد میکند. الله متعال این فضلی است که نعمتی است که میبخشه به هر کسی که بخواد هدایت رو. البته اون انسان در وجود خودش باید یک صفتی وجود داشته باشه، یک خیری انجام بده، یک حرکتی بکنه، یک طلبی از حق در وجودش باشه، به سمت حقیقت حرکت بکنه و طالب باشه تا الله متعال او رو هدایت بکنه. هو اهل التقوى و اهل المغفره، الله متعال شایسته تقواست و پرهیزکاری، ترسیدن، اینکه اطاعت بشه اوامرش، اطاعت بشه آنچه که دستور داده انجام ندیم. الله متعال شایسته اطاعت کردن است در اوامرش و او شایسته بخشیدن است، میبخشد. الله متعال بندگانش رو همیشه میبخشه، در هر جایی که هستی، در هر شخص، در هر درجه‌ای که هستی.
از رحمت الله متعال ناامید نشو که او تو را خواهد بخشید. رحمت او انقدر کثیر است و او بخشنده است که تو رو در یک لحظه می بخشد. فقط تقوای الهی پیشه کن و خود رو نجات بده از مسیری که در او هستی. ای انسان نکنه که تو هم به مانند کسانی بشی که در این آیات اونها رو الله متعال ملامت کرد. الله متعال همین ما شما رو نجات بده از اینکه در مسیر شیطان و اتباع شیطان قرار بگیریم و کفار و آن کسانی که در این آیه به بدی از اونها یاد شد و حسن خاتمه به همین ما شما نصیب بگرداند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني